سلام، دکتر الهه لطفی هستم، متخصص پوست. یکی از کابوس‌های متخصصای پوست این داستان PIH یا پست اینفلامیتوری هایپر پیگمنتیشن که حالا چه ناشی از عارضه خود کارهای خود ما باشه که حالا هممون یه جورایی پیش اومده که تجربهش رو داشته باشیم، یا اینکه مریضمون مستعصل و درمونده از پزشکای دیگه به ما مراجعه میکنه که خانم دکتر، آقای دکتر، من لیزر کردم، این میکرونیدلینگ کردم، این کار کردم، الان لکش نمیده. واقعا کیو سویچی که دستگاه هایی هستش که خیلی به داد ما و مراجعینمون رسیده تو این شرایط و وضعیت که بیمار رو من قرار میگیریم. کیو سویچ خصوصا تو طول موجهای غیر تهاجمی ترش، خصوصا توی طول موج 1064 فرکشنال که توی هلیوس، همونطور که میدونین هلیوسیه که اولین لیزر فرکشنال دنیاست، توی هلیوس خیلی به ما کمک میکنه توی رفع PIH. حتی با تک جلسهش هم انقدر تغییر محسوس هستش که عملا دیگه بیمارتون به اون آرامش خاطر میرسه و بقیه روند درمانش رو میاد با حوصله انجام میده. لیزر غیر تهاجمیه، پس اصلا ریسک اینکه PIH رو بیشتر بکنه وجود نداره. با خیال راحت برای بیمارتون کیو سویچ رو انجام